امثال سایت‌های منسوب به شماها که در کشور دارید خدمت می‌کنید هم می‌رسن. آنچه دکتر احمدی نژاد در آن مناظره به 10 میلیون ایرانی گفت، سوال درباره چرایی و چگونگی به دست آمدن نجوبی ثروت فرزندان هاشمی. آنچه آقای هاشمی امروز به استناد نامه هفته گذشته خود به آن متهم است، تلاش برای برهم زدن امنیت عمومی، ایجاد اختشاش در شهر و زمینه تخریب اموال عمومی و مردم است. می‌بینید که نامه حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی چقدر نامه پرمعنایی بود. حالا اینها پای رهبری و رهبر معظم انقلاب رو وسط می‌کشن و بعد سعی دارن انتخابات رو هاشمی احمدی نژادی کردن، بعد حالا میخوان مشکلات کشوری رو که خودشون براشون ایجاد کنن خامنه‌ای هاشمی میکنن. یعنی همون چیزی که نامه مشخص میشه که اینها هاشمی رو ندیدن، مستقیم رهبر انقلاب رو نشانه گرفتن. اتفاقاتی که امروز داره میفته در کشور و مبنای این چنینی که در روزنامه رسمی کشور، روزنامه دولتی کشور نوشته میشه و پایه و اساسی به هیچ وجه نداره، رو چه شکلی میشه توجیه کرد؟ صحبت از ثروت نجومی فرزند هاشمی رفسنجانی، خب من فرزند هاشمی رفسنجانی ام. ما نه $1 نه $1 خارج از کشور داریم، نه املاکی داریم، تا آخرش هم در کشور وامیستیم، باشم داریم. چرا که چیزی نداریم که وقت جریم بریم، چیزی نداریم که مبارزه نکنیم. اتفاقی که افتاده ببینید اینها در شبنامه هاشون، در گفته هاشون که کشوندن به تلویزیون و بر بستر شایعاتی که در طول 30 سال علیه خانواده ما شکل گرفت توسط انقلاب سوار شدن و با اون رأی گرفتن، نمونهش مثلا شما فرض کنید 10 از اموال ما در کیش میکنن. خب شما که 4 سال کیش رو در اختیار داشتید، یک بار دیگه یکی از ما به کیش بیان، خب موقعی که کیش داشت ساخته میشد، خب ما هم میرفتیم اونجا میمدیم کمک میکردیم که ساخته بشه. شما 4 سال اونجا 1 متر، حتی 1 متر آپارتمان، 1 متر زمین به نام دیدید. این که سرمایه‌گذاران اینجا کار میکنن، اینا الکی به ما چسبونید داره بگید اینا آدمای ما و اینا رو خریدن، بعد میاد به مردم بگید که اینا در کیش این چیزا رو دارن. خب این مسخره‌بازیه. یا مثلا یک خودرو و هواپیمایی و فعالیت‌های اقتصادی که در کشور میشه همه رو به نام ما بزنید، در نام از ثروت رفسنجانی بزنید، ثروت فرزندان هاشمی. مگر کشور قوه قضاییه نداره؟ مگر کشور رهبر نداره؟ اگر ما ثروتی رو به دست آوردیم، به نظر ما اون اگه رفتنشون موضوع رو حل میکنه که اتفاقی نمیفته. خب وایسید سوال کنید، من پاسخ بدم خدمت شما. این مسئله بازیایی که اگر شما همه فکر میکنید باید برید دارن چیز برید، من حرفی ندارم. اگر احساس نگرانی میکنید نسبت به مگه میشه که من به تهمت زده باشه، صحبت از ثروت نجومی زده بشه، من میام اینجا بشینم برای شما درباره TVN خط عقدی که شما از این سالی آوردید توضیح صحبت کنم؟ البته در اون موردم صحبت میکنم. جالب ببینید تو همین روزنامه ایران که اینجوری نوشته، بعد نوشته حکم پرونده پالیسدار و 2 نماینده مجلس، کسانی که جزو باند همین آقا هست. چجوری میشه پالیسداری که پرونده ها رو دزدیده، سخنرانی کرده، تمام کسانی که متهم کرده همین آقایون راست شبیه خود جناب آقای عزیز، شبیه آقای امامی کاشانی، شبیه کسانی که اطراف همین برادرها هستن که البته آدم سالمی هستن، البته آدم محترمی هستن. ایستگاه را انداختم، 2 میلیارد سفر رو بردم. اگه میترسید بلنشید برید، اگه میترسید بلنشید برید، من حرفی ندارم. حاضرم برنامه‌تون با هم بخوره، بر حرفم امروز اینجا بزنم. کسانی که علاقه‌مندم بشین، از بعد من در مورد خط هفتم صحبت میکنم. اگر پالیسدار امروز به 4 سال محکوم میشه تو قوه قضاییه ما، خب مگه این چی گفته؟ شبیه همین حرفا رو زده دیگه. مگه چی گفته؟ چرا اون حرف میزنه محکوم میشه و یکی که در حد رئیس جمهور صحبت میکنه محکوم نمیشه؟ رفسنجانی رو ببره به سفر استانی که مدعی مبتکر بودن اون سفر استانی هم خودش فرض میکنه، در صورتی که 200 سفر استانی توسط هاشمی رفسنجانی در طول 8 سال ریاست جمهوریش انجام شده.
اونجا از هاشمی رفسنجانی با نامهای خاص و ویژه یاد بکنه، بعد شهردار تهران بشه، بعد بیاد و در شهر تهران، در شهرهای تهران تا نزدیک انتخابات هاشمی رفسنجانی رو ببره برای افتتاح پروژه هاش. بنده مدیر عامل مترو تهران در زمان آقای احمدی‌نژاد بودم، در زمان ایشون بودم. 2 سال ایشون شهردار بوده، من 2 سال مدیر عامل مترو تهران بودم. نگه که آقا شما فاسدی، شما صفت مجموعی داری، باید از کشور باید مترو برید. کی به من بگه یا کی با هاشمی رفسنجانی برخورد؟ اصلا رئیس ستاد انتخاباتی هاشمی باشه در دوران انتخابات مجلس سال 85 در منطقه نارمک. بعد یک دفعه در سال 84 که انتخابات شروع میشه ایشون یه دفعه بشه مخالف هاشمی. در اون بستر شایعاتی که 30 سال علیه خانواده ما شکل گرفته و ما به خاطر اون بدنام شدیم، به خاطر انقلاب هیچ نداشتیم، هیچ کمک نکرده، بعد بیاد اون سواس سال 84 همین شایعات رو با صورت شبنامه در کشور پخش کنن و ازش رأی بگیرن و دوباره سال 88 بیان و همین حرکت رو انجام بدن. انتخاباتی که اصلا ربطی به ما نداره. شما همتون میدونید من الان تو مترو تو دوران انتخابات اصلا فعالیت انتخاباتی نداشتم، اصلا نداشتم. به دروغ بگم که مثلا فائزه هاشمی 4 میلیارد تومان مانتو خریده توزیع کرد. فائزه هاشمی الان مشکل نقدینگی، مشکل زندگیشو داره، مشکل تامین زندگیشو از نظر مالی داره. و ببینید چقدر معلوم ما واقع میشیم که مشکل زندگی داره، مشکل پول برای زندگی کردنش داره. اسمشو بذارن که این 4 میلیارد مانتو توزیع کرده، در سطح کشور پخش کنن، رو این بستر شایعات تو تلویزیون حرف بزنن، بعد رأی بگیرن، بعد بگن این رأی حلال. فرض کنید مثلا این رأی رو گرفتید، آیا این رأی حلاله؟ و اگه اجازه بدم که درباره بال بزرگتر از آقای هاشمی صحبت کنن که بیشتر رأی جمع میشه. که اصلا کل انقلاب 30 سال رو برای 70 میلیون رأی جمع میشه که روش برخورد، روش با یاران انقلاب، یاران امام که نیست. قوه قضاییه موجوده، 4 سال در کشور شما وزارت، 4 سال چیه؟ مقام معظم رهبری 20 سال رهبر کشور. خب اگر چیزی واقعا از ما دیدن وزارت اطلاعات داریم، اطلاعات سپاه داریم، اطلاعات نیروی انتظامی داریم، خب اینا مگه اسنادی دارن؟ خب میبرن عرضه میکنن، شکایت میکنن، میبرن تو قوه قضاییه مطرح میکنن، محکوم میکنن. چرا 12 سال من رو روی مترو نگه داشتم؟ چرا آقای قالیباف؟ مگه آقای قالیباف سپاهی نیست؟ مگه آقای قالیباف یاور انقلاب نیست؟ چرا 4 سال ایشون داره منو به عنوان مدیر عامل؟ چرا قطع کردی آیه؟ میگم آقا چرا قطع کردی؟ من که با صدام صحبت میکنم که بیا تریبونم این روشه، تریبون قطع میکنه. آقا این مردم که نشستن اول میگن این محسن هاشمی دزد اینجا نشسته، خب من باید ثابت کنم که اول دزد نیستم دیگه. آقا این حرفا چیه؟ باید ثابت کنم بعد بیام بگم خط هفت کی ساخته. نه حالا این جو هم فکرتی هم که چیزی نگفت آقای مهندس. چرا همینا که باید رفتن گفتم؟ نه اینجوری نیست آقای مهندس. اگه چرا تفسیرن؟ مگه تلویزیون عین این حرف درباره ما زده نشده؟ چرا آقایون نشستن گوش بدن؟ 40 میلیون نفر تو تلویزیون این حرفا رو گوش دادن. به ما میگن چرا ساکتید؟ چرا حرف نمیزنید؟ من دارم حرف میزنم آقایون بلند میشن میرن. آقای مهندس هاشمی برادر اینجا یک سمینار تخصصی نیست، کشور وضعش دیگه تخصصی نیست. مگه میشه با انسان ها اینجوری برخورد کنن اسم رو دارن تخصصی؟ جناب عالی مملکت هیچ مشکلی نداره در آرامش شما، ولی شما چرا منو دعوت کردی آدم دزدی اینجا براتون صحبت کنم؟ ما جناب عالی رو به عنوان یک متخصص در بحث مترو مدیر عامل مترو چرا بعضی از سپاهیان رفتن تو پاس نیوز نوشتن ما دزدی ما که نداریم آقای مهندس. ما که قراره کسی اینجا محاکمه کنیم نه مناظره بعدمون بحث خط هفت مترو تهران. جناب عالی من خواهش میکنم یه سلام بذارید من خط هفت صحبت کنم. بشینید آقایون من خط هفت. یه سلام